سلام. تا حالا شده هدفی رو انتخاب کنی و وسط راه احساس کنی توی جاده شنی داری رانندگی میکنی و پیش بیری؟ حالا بیایم با 4 تا مانع که مثل خوره به مسیر رسیدن به هدفمون میچسبه آشنا شیم. 1. هدف مبهم. میخوایم موفق شیم ولی دقیقاً نمیدونیم چطوری. بیایم هدفمون رو واضح و شفاف روی کاغذ بنویسیم، مثل نقشه‌ای که بهمون میگه دقیقاً کجا باید بریم. گالیور نقشه رو بده، من نقشه رو نیاز دارم. 2. ترس از شکست. ترس از شکست مثل یه دیواری میمونه که روبروی مسیرمون سبز میشه. به جای اینکه ازش بترسیم، یه پرچم پیروزی دستمون میگیریم و از روش رد میشیم و به شکست‌ها مثل یک معلم نگاه میکنیم. برو. 3. برنامه‌ریزی نداشتن. بدون برنامه هدفمون مثل یک پازل 1000 تکه میشه که هر تکهش تو یکی از این جاده هاست. بیایم یک سناریو ترسیم کنیم و طبق اون سناریو پیش بریم و هر روز یک تکه از این پازل رو سر جاش قرار بدیم. پازل 4 تکه گرفتیم، 2 تایی قراره با هم دیگه درست کنیم. 4. عدم انگیزه. انگیزه پایین مثل یک ماشین بدون بنزین میمونه که میزنه به دل جاده. با پاداش‌های کوچیک به خودمون بنزین بدیم و به یاد بیاریم که چرا شروع کردیم. بنزین 2 لیتر نوکرتم. حالا شما بگید که چه موانعی رو برای رسیدن به هدفتون تجربه کردید.